مورد دوم مرزگذاری محترمانه است. والدین باید با نوجوانشون به صورت قاطع اما نه با فریاد و تحقیر صحبت بکنن و بهشون بگن که ما در خانواده حرفهامون رو به صورت آرام و با رعایت احترام متقابل میزنیم. اگر شما از موضوعی ناراحتی میتونی با استفاده از کلمات مناسب اون رو بیان بکنی. همینطور باید رفتار نامطلوب و پیامد اون مشخص باشن. مثلا زمانی که فرد رفتار نامطلوبی رو از خودش نشون میده برای مدتی محدود از بازی یا استفاده از موبایل محروم بشه، اما بدون تحقیر و بدون فریاد. توجه به نیاز پشت هر رفتار یکی از مواردی که حتما والدین باید اون رو مورد توجه قرار بدن. گاهی توهین‌ها در اثر خشم فرو خورده شده، نیازهای مورد توجه قرار نگرفته و یا فشارهای تحصیلی باشه. در این موارد بهتر والدین به صورت 2 نفری با فرزندشون صحبت بکنن و به این شکل سوال رو مطرح بکنن که من متوجه شدم چند روزی عصبی میشی، دوست دارم بدونم پشت این رفتار چیه. ادامه بحث رو در ویدیوی بعدی ببینید.